سلام به همگی. تا حالا به تحصیل تو آلمان فکر کردین؟ ولی خب شاید این پروسه یکم پیچیده به نظر بیاد و ندونین از کجا باید شروع کنین. نگران نباشین. امروز قراره تمام این مراحل پیچیده رو به یه نقشه راه خیلی ساده و روشن تبدیل کنیم. پس با ما همراه باشین تا قدم به قدم این مسیر رو با هم بریم جلو. خب بریم سر اصل مطلب. چی باعث شده آلمان اینقدر برای دانشجوی ایرانی جذاب بشه؟ جواب خیلی ساده است. تحصیل رایگان. بله، درست شنیدین. همین یه نکته کلیدی کافیه تا آلمان رو بذاره تو صدر لیست انتخابای خیلی از ماها. بسیار خوب. اینم از برنامه امروزمون. اول می‌بینیم که اصلاً چرا آلمان، بعد میریم سراغ شرایط و مدارک لازم، مسیرهای تحصیلی مختلف رو با هم چک می‌کنیم. بعدش می‌بینیم زندگی بعد از درس خوندن چطوری است و در آخرم میرسیم به بحث شیرین اقامت و شهروندی. خب بریم سراغ بخش اول. اولین سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که واقعاً چرا آلمان؟ یعنی به جز رایگان بودن دانشگاه‌ها چه چیز دیگه‌ای هست که این کشور رو انقدر خاص و جذاب می‌کنه؟ ببینید، تحصیل رایگان فقط نوک کوه یخه. دانشگاه‌های آلمان جزو بهترینای دنیا هستن، ولی یه نکته خیلی مهم وجود داره. این دانشگاه‌ها مستقیم به صنعت وصلن. یعنی چی؟ یعنی شما فقط یه سری تئوری خشک و خالی یاد نمیگیرین، بلکه دارین برای یه بازار کار فوق‌العاده آماده میشین. تازه اینم بگم که میتونین حین تحصیل کار هم بکنین. پس در واقع از همون روز اول دارین روی آینده شغلیتون سرمایه‌گذاری میکنین. خیلی خوب. حالا که دیدیم آلمان چقدر جای خوبیه، وقتشه ببینیم برای وارد شدن به این سیستم دقیقاً به چی نیاز داریم. بریم سراغ شرایط و پیش نیازها. خب 2 سوال هست که همیشه ذهن همه رو درگیر میکنه. شرایط سنی و وضعیت مالی. بیاید رک و پوسکنده بریم سراغ این اعداد و ارقام تا همه چیز روشن بشه. برای لیسانس یه قانون نوشته شده و قطعی وجود نداره. اما توصیه اکید اینه که سنتون بین 23 تا 27 سال باشه. چرا؟ چون اگه سنتون بالاتر بره، ممکنه آفیسر سفارت یکم سختگیر بشه و بخواد مطمئن بشه که هدف اصلی شما واقعا درسه، نه چیز دیگه. برای فوق لیسانس دستتون یکم بازتره و این عدد میرسه به 30 سال. دوباره میگم اینا قانون 100% نیستن، ولی خب اگه تو این بازه سنی باشین شانستون برای گرفتن ویزا خیلی بیشتر میشه. و اما میرسیم به یکی از مهمترین بخشا، پول. شما باید به سفارت آلمان ثابت کنین که از پس هزینه‌های سال اول زندگیتون برمیایین. این مبلغ در حال حاضر 11208 یوروه. این پول باید توی یه حساب مخصوص به اسم حساب بلوکه شده یا همون اسپر کنتو تو آلمان باشه. اینجوری سفارت خیالش راحته که شما مشکل مالی نخواهید داشت. یه چیز خیلی مهم دیگه هم هست که بهش میگن گپ تحصیلی. یعنی چی؟ یعنی فاصله‌ای که بین آخرین مدرکتون تا الان افتاده. سعی کنین این فاصله بیشتر از 3 سال نباشه. چون اگه خیلی طولانی بشه، برای سفارت این سوال پیش میاد که خب این آدم این همه سال درس نخونده، چرا یهو الان یادش افتاده؟ و ممکنه فکر کنن هدف اصلیتون درس خوندن نیست. خب فرض کنیم شما همه این شرایط اولیه رو دارین. حالا چه راههایی برای درس خوندن تو آلمان جلو پاتونه؟ بیایید با هم مسیرهای مختلف رو بررسی کنیم، از لیسانس و فوق لیسانس گرفته تا رشته پرطرفدار پزشکی. ببینین، یه فرق اساسی بین لیسانس و فوق لیسانس وجود داره. برای لیسانس مدرک دیپلم و زبان مهمه، اما برای فوق لیسانس همه چیز به دانشگاهیه که توش لیسانس گرفتین برمیگرده. این یه نکته فوق‌العاده مهمه. مدارک دانشگاه‌هایی مثل پیام نور یا علمی کاربردی متأسفانه معمولاً برای ورود مستقیم به دانشگاه‌های آلمان قبول نمیشن. پس حواستون به این قضیه باشه. و اما پزشکی، رشته‌ای که خیلی‌ها آرزوش رو دارن، ولی خب ورود بهش هم به همون اندازه سخته. حالا سوال اینه که راه رسیدن به صندلی دانشکده پزشکی تو آلمان چیه؟ مسیر پزشکی یکم پیچیده‌تره و چند تا مرحله داره. اول باید آنلاین ثبت نام کنین، بعد باید برای یه دوره آمادگی به اسم ام کورس یا MK اپلای کنین. اگه تو آزمون ورودی این کالج قبول بشین و دورش رو با موفقیت بگذرونین، تازه باید یه آزمون نهایی دیگه به اسم FSP بدین. قبولی تو این آزمون بلیت ورود شما به دانشگاه پزشکیه. خب فرض کنیم درستون تموم شد و کلاه فارغ التحصیلی رو هم به هوا انداختین. اول از همه تبریک. حالا سوال اینه که بعدش چی میشه؟ زندگی و کار تو آلمان بعد از درس چه شکلیه؟ اینجا یه خبر فوق‌العاده خوب براتون دارم. آلمان به شما میگه بمون و کار پیدا کن. شما بعد از دروستون یه ویزای 18 ماهه برای پیدا کردن کار میگیرین. تازه طبق قوانین جدید این مدت داره به 24 ماه یعنی 2 سال کامل افزایش پیدا میکنه. این یعنی یه فرصت عالی برای پیدا کردن یه شغل خوب و مرتبط با رشته‌تون.
خب طبیعتاً زندگی خرج داره. این جدول یه شمای کلی از هزینه‌های ماهانه بهتون میده. همونطور که می‌بینین بیشترین هزینه مربوط به اجاره خونه است، مخصوصاً تو مرکز شهر. ولی خب هزینه‌های دیگه‌ای مثل خورد و خوراک یا رفت آمد با وسایل نقلیه عمومی کاملاً منطقی و مدیریت شدنیه. و بالاخره میرسیم به قسمت آخر و هیجان انگیز ماجرا، آینده بلند مدت. چطوری میتونیم این مسیر دانشجویی رو به اقامت دائم و حتی شهروندی آلمان برسونیم؟ این نقشه راه نهاییه. این تایملاین کل مسیر رو براتون روشن میکنه. از روزی که فارغ التحصیل میشین شروع میشه. کار که پیدا کردین بسته به نوع قرارداد و سطح زبانتون میتونین حتی بعد از 21 ماه برای اقامت دائم اقدام کنین. در حالت عادی هم حدود 5 سال طول میکشه. وقتی اقامت دائم رو گرفتین دیگه تا شهروندی راهی مونده و بعد از چند سال میتونین برای پاسپورت آلمانی هم اقدام کنین. البته برای شهروند شدن چند تا شرط آخرم وجود داره. باید چند سالی تو آلمان کار کرده باشین و مالیات داده باشین، سوء پیشینه نداشته باشین که خب واضحه، و خیلی مهم زبان آلمانیتون باید در حد B1 باشه. در واقع اینا نشون میده که شما دیگه عضوی از جامعه آلمان شدین. خب ما سعی کردیم یه نقشه راه کامل از روز اول تا رسیدن به شهروندی رو براتون ترسیم کنیم. حالا توپ تو زمین شماست. با همه این اطلاعات، آیا رویای تحصیل تو آلمان میتونه مقصد بعدی شما باشه؟ این سوالیه که فقط خودتون میتونین بهش جواب بدین.